سلام بچه ها، خوش اومدین به این ویدیو. میدونم که یه سوالی الان خیلی درگیرت کرده چند وقته، اینکه آیا ویدیو یوتیوب رو شروع کنیم یا شروع نکنیم و اینکه چه کسی بهتر از کسی که داره اولین ویدیو یوتیوبش رو میسازه. و این سوال هم و این درگیری هم سالها گلوم رو فشرده بود و امروز اصلا سر هیچ و پوچ یه دفعه انقدر دیگه به هم فشار آورده بود دیگه گفتم که منم شروع کنم همینجوری الکی و به اولین چیزی که و به اولین سوالی که ذهن منم مشغول کرده جواب بدم و یه محتوا در موردش درست کنم. خیلی از ماها مخصوصا کسایی که توی این خاک زندگی میکنن مشکلی که داریم اینه که شنیده نمیشیم، جواب داده نمیشیم، داشتن روتین برامون خیلی سخت شده، مخصوصا گرفتن ویدیو و گرفتن یک محتوا واسمون خیلی چالش برانگیزتر شده، ولی از یک طرف دیگه گرفتن ویدیو و ثبت وقایع برامون یه راه گریزی شده از اینکه روزا داره سریعتر میگذره، وقایع و چالش ها از کنترلمون خارجه و نمیتونیم اونا رو سازماندهی بکنیم. و به نظر من به همین خاطر که ایران از همون جزو کشورهایی هستش که بیشترین تعداد بلاگر با توجه به جمعیتش بیشترین تعداد بلاگر و محتوا ساز رو داره و توی این کار هم ترکونده مثل همه این کارهای دیگه محتواسازهای خیلی خوب و خیلی قوی. و احساس میکنم که اگر تو هم چند وقتی که درگیر این هستی که آیا شروع کنم یا شروع نکنم، به خاطر این نیست که احساس میکنی که عقب موندی از یک موجی که بقیه دارن میرن و مثلا یعنی جوگیری ترند گرفتتت یا هر چیزی، به خاطر اینه که دوست داری شنیده بشی و دوست داری که یه جوری خودت رو نشون بدی. ولی خب از یه طرف دیگه داری به چالشاش فکر میکنی، اینکه آیا هر هفته من میتونم ویدیو بگیرم، اینکه آیا هر هفته من میتونم یه محتوای جدید بسازم، اینکه آیا هر هفته من میتونم یه فکر جدید بدم، هر هفته میتونم خودم رو توی ویدیو جا بدم و بیان بکنم. دقیقاً چالشایی که من الان باهاش روبروام و نمیدونم که قراره چی بشه. اصلا این ویدیو رو میذارم، شاید این ویدیو رو پاک کنم، شاید اصلا هایدش کنم توی کانال یوتیوبم، اصلا نمیدونم. ولی خب گفتم بالاخره دیگه آدم باید از یه جای شروع کنه و دیگه دیشب یک سری اتفاقا واسم افتاد دیگه به این جام رسیده بود که داداش من میخوام شنیده بشم و یک حالت سرگرمی برای آدم بشه که حالا خودش رو بیان بکنه، خودش رو ثبت بکنه، رو خودش کار بکنه، باعث پیشرفت خودش بشه، باعث رشد خودش بشه. و فکر میکنم محتواسازی و ویدیو گرفتن واسه این افراد میتونه یه راه گریز باشه، همونطور که اول ویدیو گفتم. حتی من موضوع ویدیوها من میدونم قرار چی باشه، حتی میدونم میخوام در مورد چیزایی صحبت بکنم، حتی برنامه ریزی کردم. خیلی وقته، خیلی ساله نمیخوام بگم که من قبل همه یوتیوبرها میخواستم شروع کنم، الان مثلا یه میا پلیز دیگه بودم، نه. ولی خیلی وقت تو فکرمه، ولی همیشه از روتینه میترسیدم و من کسی بودم که ببخشید خیلی و میکنم، ولی من کسی بودم که خیلی به روتین اعتیاد داشتم. یعنی اصلا یه بچه درسخونی بودم که باید حتما روتین رعایت بشه، باید حتما یک سری چیزها به صورت منظم انجام بشه، ولی انقدر اتفاقای غیر قابل پیش بینی پیش میاد که همه چیز رو از دست تو خارج میکنه. دیگه من از روتین میترسم، یعنی خودم دیگه دارم مانع میشم که روتین هامو رعایت نکنم.
یعنی قبل اینکه دیگران ناراحتم کنن خودم رو ناراحت میکنم که آقا نمیتونم. و فکر میکنم که خیلی از ماها اینجوری شدیم، کسایی که برنامه داشتن برای زندگیشون، کسایی که برای تک تک روزها پلن میچیدن، برنامه ریزی میکردن، اصلا دیگه الان سردرگمی نمیدونیم باید چی کار کرد. ولی به هر حال دوست دارم منم شروع کنم، نه به خاطر اینکه از بقیه جا موندم، مثلا سبک ویدیویی که میخوام بسازم رو 1000 برابر بهترش رو بقیه دارن میسازن، فوق‌العاده با امکانات کم یا زیاد همه دارن میسازن و اصلا چیزی نیست که بگم که من میخوام یه چیز بهتری رو بدم. نه، من فقط الان این رو به عنوان یک راهی دارم بهش نگاه میکنم که خودم رو بیان بکنم، رو خودم کار بکنم و احساس میکنم که خودم رو اصلا نمیبینم چند وقته و اصلا نمیتونم با خودم ارتباط بگیرم، چه چیزی نیاز دارم، چه کاری باید انجام بدم، اصلا نمیتونم روی رشد شخصی فکر بکنم و نظر بدم و به همین خاطر ویدیو گرفتم. فکر میکنم ایده خوبی باشه. حالا درک کن. این از من. اگر شما هم تجربه مشابه با من رو دارین و کلا حالا به خاطر اعتماد به نفستون نمیتونین یا کلا به خاطر هر چیزی نمیتونین، به نظر من ارزشی هم نداره این دنیا که بخوای اون محتوای قشنگی که میتونی بسازی، اون حرف قشنگی که میتونی بزنی رو از ماها محروم بکنی. لطفا ما رو محروم نکن از فکرایی که تو سرت داری و بهمون بگو، با همون شیر کن. حالا یا میگیره یا نه، اصلا چرا باید بگیره، فقط شیر کن که داشته باشیمش. و مورد بعدی که میخوام در موردش صحبت بکنم اینه که چرا حالا افراد مختلف باید ویدیو گرفتن رو شروع بکنن. بعضی واقعا که ایده تو سرشون دارن که تا به حال اجرایی نشده توی ایران، که بعید بدونم دیگه، ولی خب بازم هستن. یعنی ایرانیا واقعا آدمو سورپرایز میکنن. اگر اون رو داری حتما شروع کن، چون ایده جدیدیه. چون که اگر نباشه یا اگر توی ایران نباشه 100% میگیره، پس شروعش کن. اون که هیچی، تو باید شروع بکنی. کسی که ایده توپ داری و هممون رو توی خامی گذاشتی، توی خامی میگن، حالا تو شروعش کن، ما به تو نیاز داریم. و مورد بعدی، دسته بعدی اونایی هستن که آقا چیز برای نشون دادن دارن. خب چرا نشون نمیدین؟ نه نشون بدیم واقعا دوستان. ببینید ما واقعا میخوایم که ولاگ های روزانه شما رو ببینیم. ما واقعا میخوایم که یعنی هر چقدر هر کسی 80 میلیون نفر آدمم توی ایران ویدیو بذارم باز کمه. جان همتون خوشگلین، چون همتون واقعا جذابین. یعنی واقعا آدم میره توی اینستاگرام، میره توی یوتیوب، اصلا حالا امکانات هم نداشته باشید ها، یا امکانات هم داشته باشید اصلا فرق نمیکنه. واقعا آدما هر کسشون یه رنگ و بوی جدایی داره که آدم بشینه همه رو با هم نگاه کنه بازم جذابه. یعنی اصلا فکر نکنین که بگی نه با تکراری شده، نه فلانه، نه بیساره. نه، شروع کن. اگر واقعا چیزی برای گفتن داری یا نداری شروع کن. چون که من به این خاطر دارم روی این موضوع تاکید میکنم که و این ویدیو به زبان فارسی هستش به این خاطر که میدونم و مثلا وقتی با دوستام حرف میزنم، با هم سن و سالام حرف میزنم، با کوچکتر از سن خودم حرف میزنم، میبینم نیاز داریم به صحبت کردن، نیاز داریم به شنیده شدن و حتی نیاز داریم به رشد کردن، نیاز داریم به حذف کردن برخی از اخلاق‌ها و اینجوریم که از بس از هم دیگه دور شدیم. حالا بازم میگم ببینید شرایطی که ما داریم تجربه میکنیم شرایط عادی نیست که بگید اوکی میرم تو جامعه، میرم تو دانشگاه، میرم تو محل کار، همه چی حل میشه، همه چی درست میشه، همه چی فلان میشه. نه، چیزایی که ما داریم تجربه میکنیم اصلا چیز عادی نیست. هر 200 سال یه بار، هر 300 سال یه بار این اتفاق میفته و همه به ما قول داده بودن که تو قرن 21 به این خاطر که ما داریم توی عصر تکنولوژی زندگی میکنیم هیچ وقت دیگه از اون اتفاقای قدیم پیش نمیاد.
اما متاسفانه ما تنها خاکی هستیم که داریم یک سری چیزها رو تجربه میکنیم، یک سری چیزهای وحشتناک که اون هر 1000 سال یک بار اتفاق میفته. و به همین خاطر دارم میگم خودتون رو گم نکنید. و من خیلی بالا پایین کردم خودم و من تنها خوبی که دارم اینه که خیلی خودم رو بالا پایین میکنم که مشکلم چیه و مشکلم رو حل میکنم و فکر میکنم تنها راه حلی که میشه پیدا کرد ویدیو گرفتنه و ثبت کردن خودته برای اینکه خودت رو گم نکنی و فکر میکنم تنها راهمونه الان. و اگر میخوای ویدیو یوتیوب رو شروع کنی و این اومده توی فید یوتیوبت این ویدیو، بدون که یک نشونه است و همین الان برو یه فقط سوالی که ذهن تو درگیر کرده چند روزه رو اونو جواب بده. مثلا گیمه، برو جوابش بده. مثلا چرا این گیم رو باید بازی کنیم، چرا این فیلم رو باید ببینیم. مثلا با دوستت 2 ساعت پیش یه بحثی شده، مثلا فیلم ابسشن رو دوست نداره، برو ویدیو رو بگیر که چرا ما باید فیلم ابسشن رو ببینیم. یکی از موضوع ویدیو من در مورد اینه. بچه‌ها این راستی میکروفون نیست، این ادای میکروفونه، این که لگو ساده است. چون که میخواستم با یه چیزی بردم دستام یعنی آزاد بود، نمیدونستم چیکار کنم با دستام، اینو آوردم. این میکروفون نیست، فقط یه گوشی دارم. اما که خیلی صدا هم بیاد ولی دیگه همینه. و اینکه بچه این میکروفون تقلبیمون میشه تا ببینم چی میشه. اگر یوتیوب منو جدی گرفت، منم یوتیوب جدی گرفتم، میکروفون چشم میگیرم بر ویدیو. اما خراب شد نه. و همین دیگه، امیدوارم که این ویدیو بهت کمک کرده باشه. خیلی حرف برای گفتن دارم و حتما اگر ببینم با خودم چندم خیلی دوستم شیر کنم. و خوش اومدی به این ویدیو، قدمت روی چشم ما. و این که خیلی خوشحال شدم اومدی و افتخار دادی چند دقیقه از وقت ارزشمندت رو گذاشتی برای این ویدیو و دیدیش و به سوال قشنگت ممکنه پاسخ داده باشم، ممکنه پاسخ نداده باشم، ولی در کل این یه نشونه است که تو هم بری ویدیو یوتیوب رو شروع کنی، چون تو مطمئناً 50 حداقل 50 درجه از آدمایی که الان دارن ویدیو میذارن آدم جذاب تری هستی که تا الان شروع نکردی و هی داری با خودت کلنجاری که آیا من آدم جذابیم یا نه. یعنی اون آدمای کلینج حال به هم زن، البته بعضیاشون ویدیو یوتیوب شروع کردن و این همین بازخورد دارن. تو که 50 درجه از اونها جذاب تری، مطمئنم ویدیوهات خیلی جذاب میشه. همین. امیدوارم که بهت کمک کرده باشم و این رو به عنوان یه فال نیک در نظر بگیر، نه به خاطر حالا لحاظ مادی و ایناش نمیگم دیگه، تمام میکنم ویدیو رو، ولی کلا به خاطر که راه درمان و راه گریز و راه اینکه خودتو گم نکنی و یک ترکری باشه واسط. دوستتون دارم، خدافظ. این الان مثلا صدا اینجوری بیاد ولی نمیشه چون میکروفون نیست. بای بای، خدافظ.